سلام به همه. حرف بعدی هست حرف P. اسم P، صدا پ مثل pet، حیوان خانگی pet، یا purple رنگ بنفش. طریقه نوشتن ببینین، یک خط عمودی، شاید بهتر باشه که یک رنگ دیگه انتخاب کنیم، یک خط عمودی و نیم دایره از بالا و حروف کوچک خط پایین میبریم، ادامه میدیم، بالا میره و به هم وصل میشه. در حروف بزرگ قلم خوب میدارین و دوباره ادامه میدین. P. حروف کوچک ببینین، خط پایین و دوباره ادامه میدین. نویگا یک خط، ببین P مثل pet، حیوان خانگی pet. purple و طریقه نوشتن روی دفترچه حروف بزرگ P، حروف کوچک روی دو خط پایین میره P و بخوام بنویسیم purple P U R P L E. purple یا pet. کلش حروف کوچک میتونیم بنویسیم pet P E T pet، حیوان خانگی. کار خانگی شما one page، یک صفحه از هر حرف کوچک و بزرگ و 5 words، 5 کلمه، 5 تا کلمه برای من کامنت کنین. تشکر.